سلام، وقتتون بخیر. محمد یاهویی هستم، مدرس مؤسسه آموزشی چکاد و توی این ویدیو قراره که با هم یاد بگیریم مکعب به هم ریختمون رو به طور کامل حلش کنیم. پس اگر که شما به این موضوع علاقه‌مند هستین تا آخر ویدیو همراه من باشید. خب قبل از هر چیزی ما برای اینکه بتونیم مکعب روبیک رو یاد بگیریم باید با انواع مهره‌ها و حرکاتش آشنا بشیم. ببینید، ما توی مکعب روبیک مهرهای مختلفی داریم. مهرهای مرکز که توی وسط هر سطحی قرار دارن و نشون دهنده رنگ اون سطحن. یعنی اگر اینجا رنگ زرد هستش مرکز من، باید کل این سطح زرد بشه که حالا این نکته خیلی مهمی برای شروع نیستش ولی بعدا باهاش کار داریم. مهرهای بعدی مهرهای دو وجهی هستن که از دو تا رنگ تشکیل شدن و خب این لبه ها قرار دارن و اگر ما با دستمون یه به علاوه بکشیم این مهرها رو میتونیم ببینیم که توی هر سطحی خب 4 تا از این مهرها داریم. و مهرهای بعدی مهرهای گوشه هستن که از 3 رنگ تشکیل شدن و خب این گوشه ها قرار دارن که کاملا خب شکلشون مشخصه. و اما حرکاتی که ما توی این آموزش باهاشون سر و کار داریم. ببینید، من نمیخوام از همین الان مستقیما با حروف خونی انگلیسی روبیک شروع کنیم و خب شما برای شروع لازم باشه انگار حروفش رو حفظ کنید. میخوایم خیلی ساده با هم روبیک رو یاد بگیریم، بنابراین از اصطلاحات فارسی استفاده میکنیم که بتونه کار براتون راحت تر کنه. مثلا به این لایه سمت راست میگیم راست. حالا یا راست میره به سمت بالا یا میاد به سمت پایین. چپ یا میاد پایین یا میره بالا. لایه بالامون یا میره به سمت چپ یا میاد به سمت راست. لایه روبرو، ببینید روبرو که میگم دستمون رو پشت میگیریم، این لایه میشه. یا میره به سمت راست یا میاد به سمت چپ و لایه های دیگه هم به همین شکل. پس گفتم قرار نیست که از حروف خونی انگلیسیش استفاده کنیم، میخوایم خیلی راحت با هم روبیک رو یاد بگیریم. خب ببینید، ما برای حل مکعب روبیک 8 مرحله داریم و من ازتون میخوام شمایی که دارین این ویدیو رو میبینین مکعبتون رو بردارین و مرحله به مرحله با من پیش بیاین که بتونیم خیلی ساده تر با هم روبیک رو یاد بگیریم. برای شروع مکعبتون رو کاملا به هم بریزید و نکته اولی که اینجا داریم اینه که ما باید بگردیم دنبال مرکز زرد. مرکز رو گفتیم مهرهای وسطی هر سطح هم. میگردیم دنبال مرکز زرد و اون مرکز رو بالا میگیریم که اینجا هستش. این مرکز زرد نماد خورشید رو برای ما داره و تا آخرین مرحله باید بالا باشه. پس اینکه روبیک رو بخوایم اینجوری بچرخونیم هی توی دستمون کار درستی نیستش. روبیک رو روی میز میذارید ترجیحاً و مرکز زردش رو بالا میگیرید. تو مرحله اول هدف ما جمع کردن مهره‌های دو وجهی سفید دور مرکز زرد هستش. پس همونطور که گفتم مرکز زرد رو باید بالا بگیریم و این مهرهای دو وجهی یا دو رنگی سفیدمون رو دورش جمع کنیم که شکل یه گل رو تشکیل بده، یا اینکه بگیم مثلا یه به علاوه سفید دور مرکز زرد ساختیم. حالا شما با هر روشی که راحت تر بودین میتونید توی ذهنتون اینو تداعی کنید. خب برای اینکه ما بتونیم این مرحله رو حلش کنیم، اول از همه مرکز زرد رو بالا میگیریم و روبیکمون رو روی میز میذاریم ترجیحاً. ببینید، شما باید بگردین دنبال مهره‌های دو وجهی سفید، مهرهایی که دوتا رنگی ان. مهرهای گوشه رو فعلا باشون کاری نداریم. بنابراین من برای اینکه راحت‌تر بخوام پیداش کنم روبیکم همینجوری روی میز میذارم و اینجا با دستم یه به علاوه میکشم. گفتیم توی این به علاوه‌ای که میکشیم قطعاً میتونید خیلی راحت مهرهای دو وجهی رو تشخیص بدین. الان من توی این به علاوه‌ای که کشیدم یه مهره سفید هست که دوتا رنگ داره. ببینید، مهرهای دو وجهی ما میتونن توی هر لایه‌ای باشن. مثلا توی لایه پایینی باشه، توی لایه وسط یا لایه دوممون باشه، یا توی لایه بالا باشه. اگر توی لایه وسط باشه کارمون خیلی ساده است. فقط کافی اینو بفرستیمش بالا. ببینید خیلی راحت رفت به زرد چسبید. حالا اینجا دوباره میایم چک میکنیم آیا مهره سفید دیگه هستش توی این به علاوه؟ نه. اینجا ببینید روبیکو چطور چرخوندم. به این شکل چرخوندم که مرکز زرد بالا بمونه. دوباره اینجا بله یک مهره دیگه هستش. خب زمانی که من اینو داشته باشم خیلی ساده گفتیم میفرستیمش بالا. فقط تنها نکته‌ای که اینجا باید توجه کنید اینه که این قسمت بالاش سفید دیگه‌ای پر نشده باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر این اینجا باشه من بخوام اینو بفرستم بالا اون سفید قبلی خراب میشه. بنابراین شما اول اینو میدین کنار با یه بار حرکت دادن لایه بالا که جاش خالی بشه و بعد اینو بفرستین دور زرد. خب این هم تو لایه دوم بود، خیلی راحت حل شد. یه دوران میدیم بعدی. خب اینجا دوباره میایم با دستمون به علاوه میکشیم و میبینیم که سفید ما تو لایه پایینی قرار داره.
زمانی که تو لایه پایین باشه یا تو لایه بالا باشه ما باید اول بیاریمش تو لایه دوم و بعد بفرستیمش بالا. بنابراین من دستمو پشت میگیرم، یک بار لایه روبرومو میچرخونم به هر جهتی. با این کار خیلی ساده میتونیم اینو بیاریم تو لایه های مختلف. مثلا یک بار حرکتش بدیم میاد تو لایه دوم، یه بار دیگه حرکتش بدیم میاد تو لایه بالا، یا یک بار دیگه بخوایم حرکت بدیم میاد تو لایه دوم ولی سمت چپ. که حالا با این حرکت خیلی راحت میتونیم بیاریمش تو لایه میانی یا لایه دوممون و اگر که بالاش سفیدی نداشت خیلی راحت بفرستیمش بالا. ما الان خیلی ساده 3 تا از این مهره ها رو فرستادیم بالا، فقط میمونه مهره آخرش. میایم دوباره میگردیم دنبال مهره سفید. اینجا نیستش، اینجا نیستش. ببینید این مهره ها مهره گوشه هستن، بنابراین ما فقط دنبال مهره‌های دو وجهیم که توی این به علاوه قرار بگیرن. اینجا نداریم، باز هم نداریم. و زمانی که میبینید توی هر 4 جهت مهره سفید دیگه این نیستش که دو وجهی باشه، قطعا اون مهره شما این پایین قرار داره و حالا این حالتی هستش که شما باید اول بگردید مهره رو پیدا کنید که حالا مهره دو وجهی ما خب اینجا هستش و اونو سمت راستتون میگیرین و اینو که سمت راست گرفتیم باید بفرستینش بالا دیگه با دوبار حرکت دادن لایه راستمون. ولی ببینید من زمانی که اینو بفرستم بالا، این یکی که خودش بالا هست میاد پایین و خراب میشه. بنابراین گفتیم چیکار میکنیم؟ بالاشو خالی میکنیم، چه تو لایه وسطی باشه یعنی لایه دوممون بخوایم بفرستیم بالا، چه تو لایه پایین باشه، باید زمانی که اینو میخوایم بفرستیم بالا این قسمتش خالی باشه. بنابراین من لایه بالامو میچرخونم که بالاش خالی بشه و در نهایت با دو بار چرخوندن لایه سمت راستم خیلی ساده اون شکلی که خواستم رو میسازم. و الان من یه به علاوه سفید دور مرکز زرد دارم. ببینید اینجا شاید مثلا این مهره‌هاش هم همراه باش ساخته بشن، مهرهای گوشه، ولی گفتم فعلا ما به اونا اهمیتی نمیدیم و برامون مهم نیستن. بنابراین شما الان مکعبتون رو بر می‌دارین و سعی می‌کنین یه همچین شکلی بسازین و بعد از اینکه موفق شدین میریم سراغ مرحله بعد. تو مرحله دوم هدف ما ساختن به علاوه سفید با کناره‌های درست هستش و همونطور که گفتم همچنان باید مرکز زرد بالا باشه. ببینید ما بعد از اینکه مهرهامون رو آوردیم بالا، با روشی که بهتون میگم باید سعی کنیم این به علاوهش رو روی سفید ایجاد کنیم و طوری باشه که این رنگ‌های بغلشون هم یعنی رنگ‌های دوم مهرهای دو وجهیمون هم ست شده باشن اینجا. و حالا میریم که با همین رو یاد بگیریم. خب من الان اینجا همچنان به علاوه سفید دور مرکز زردمو دارم و تو این مرحله باید بیام به رنگ دوم مهره‌های سفیدم توجه کنم. مثلا اینجا رو ببینید، این رنگش نارنجی هستش. ما برای اینکه بتونیم به علاوه سفید با کنارهای درست داشته باشیم باید این رنگ رو با مرکزش ست کنیم، یعنی با مرکز نارنجی باید ست بشه اینجا. حالا برای اینکه این کار رو انجام بدیم چیکار میکنیم؟ دستمون رو بالا میگیریم و این دو لایه پایین رو با هم میچرخونیم. دقت کنید دستتون نباید روی یک لایه بیاد. دو لایه پایین رو با هم میگیرید و میچرخونید یک بار. میبینید ست شده یا نه؟ خب اینجا ست نشده. یک بار دیگه میچرخونید، ست شد. حالا که این ست شد میتونین این مهره رو سمت راستتون بگیرین و دو بار بچرخونیدش که بیاد پایین. بعدی یه مهره سفید دیگه. اینجا رنگ دومش قرمز هستش. من دوباره دو لایه پایین رو میگیرم. دقت کنید حتما دو لایه باشه، چون اگر یک لایه رو بچرخونید بقیه مهرهایی که حل کردین خراب میشه. بنابراین دو لایه پایین رو میگیرین و میچرخونیدش تا رنگ دوم مهره سفیدمون با مرکزش ست بشه که خب اینجا هم ست شدش. گفتیم سمت راست میگیریم و دو دور میچرخونیدش، یه چرخش 180 درجه‌ای که بیاد پایین. مهره بعدی سفید ما اینه. ببینید دیگه نمیریم سراغ این مهره رنگ پایینشون ست کنیم، حتما باید مهره سفید باشه. مهره سفیده و رنگ دومش خودش ست شده خود به خود. خب اینم شانسی اتفاق میفته دیگه. خیلی ساده سمت راست میگیریمش و دو دور میچرخونیم که بیاد پایین. الان ببینید از این به علاوه سفید من سه تاش درست شده. میام سراغ مهره سفید آخرم. رنگ پایینیش رنگی سبز، باید با مرکز سبز ست بشه. دو لایه پایین رو میگیرم، میچرخونم و زمانی که ست شد سمت راست قرار میدم و دو دور میچرخونمش. به همین سادگی ما به علاوه سفید با کنارهای درست داریم که باید به این نکته توجه کنید.
حالا دوباره مکعبتون رو بردارین، مرحله رو انجام بدین و بعدش بیاین سراغ مرحله بعد. خب تو مرحله سوم بعد از اینکه شما به علاوه سفید با کنارهای درستتون رو ساختین، هدف ما ساختن گوشه های سفید و تکمیل سطح سفیدمون و لایه اول هستش که به این شکل هست. و خب برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم باید بیایم سراغ مهره های گوشه و اونا رو تک به تک حل کنیم که حالا برای اینکه این کار رو انجام بدیم نیاز داریم که 2 تا فرمول رو یاد بگیریم و ترجیحاً بهتره که این فرمولا رو شما روی کاغذ بنویسید که یادگیری بتونه براتون راحت‌تر باشه و خب با توجه به اون انجامش بدید. فرمول اول رو یادداشت کنید، بنویسید فرمول راست. حالا من بعد توضیحاتش رو بهتون میدم. فرمول راست به این شکله: بالا به چپ، راست بالا، بالا به راست یعنی برمیگرده و راست پایین. پس چی شد؟ بالا به چپ، راست بالا، بالا به راست، راست پایین. و فرمول بعدی که استفاده میکنیم فرمول سمت چپ هستش که به این شکل هست: بالا به راست، چپ بالا، بالا به چپ، چپ پایین. این رو هم یادداشت کنید تا بریم که ببینیم چطور قرار ازش استفاده بشه. خب دوستان، ما توی این مرحله همچنان مرکز ضرب رو بالا گرفتیم و میگردیم دنبال مهرهای گوشمون، مهرهای گوشه‌ای که توشون سفید باشه. برای مثال این مهره یه گوشه سفید که 3 تا رنگی دیگه، 3 تا رنگ داره، یا این مهره یا این مهره. ببینید مهره‌ها ممکنه حالتهای مختلفی داشته باشن. مثلا سفید روبرو باشن، سمت راست باشن، سفید روبرو باشن، سمت چپ باشن، سفیدشون بالا باشه یا به اصطلاح سر به هوا باشن، یا سفیدشون پایین باشه سمت راست یا چپ، فرقی نمیکنه. بنابراین ما تک به تک این حالت‌ها رو با هم کار میکنیم و حالا بعد شما باید خودتون تلاش کنید که مکعبتون رو حل کنید. من تک تک این حالت‌ها رو میگم و توی ویدیو حل مثالی که بعد از این ویدیو میذارم میتونید حالت‌های مختلفش رو ببینید که چطور سریع‌تر میشه حلش کرد. خب قبل از هر چیزی با مهرهای سفید روبرو شروع میکنیم. مهرهای سفید روبرو یا میتونن سمت راست باشن یا سمت چپ، که اگر سمت راست بود ما از فرمول سمت راست استفاده میکنیم، اگر سمت چپ هم بود به این شکل از فرمول سمت چپ استفاده میکنیم. پس اون فرمولا کاربردشون تو این قسمته. حالا برای اینکه بتونیم اینا رو حل کنیم چیکار میکنیم؟ میایم اول یه مهره سفید روبرو در نظر میگیریم. میگیم که خب این مهره سفید روبروی من یه رنگ بالا داره دیگه، به این به اصطلاح میگیم کلاهش. حالا این کلاهش چه رنگی؟ اینجا نارنجی هستش، ممکنه هر رنگ دیگه ای باشه. نکته مهمی که داریم، باید این کلاهش با خونش ست بشه، یعنی با مرکز روبروش باید ست بشه. حالا اگر مثلا این کلاهش نارنجی هست باید حتما بیاد روی مرکز نارنجی. بنابراین ما برای ست کردنشون چیکار میکردیم؟ 2 لایه پایین رو میگرفتیم که بقیه مهرها به هم نریزن و حرکتش میدادیم. خب اینجا با یک بار حرکت به راحتی کلاهش و خونش یا همون مرکزش ست شد. حالا مهره ما سمت راست قرار داره و فقط کافی فرمول سمت راست رو اجرا کنیم تا بیاد سر جای خودش. فرمول به چه شکلی بود؟ بالا به چپ، راست بالا، بالا به راست اومد سر جاش و راست پایین. خیلی ساده این مهره من سر جای خودش قرار گرفت، مهره گوشه. میریم سراغ مهره های سمت چپ. اگر مهره ما سفیدش روبرو بود ولی سمت چپ قرار داشت چیکار کنیم؟ ببینید اینم دقیقاً همون شرایطو داره. یه رنگ کلاه داره که باید با خونش یا مرکزش ست بشه و بعدش حالا از فرمول سمت چپ استفاده میکنیم. تنها تفاوتش تو همین قسمته. برای اینکه ست کنیم گفتیم چیکار میکنیم؟ دستمون رو 2 لایه پایین میگیریم و حرکت میدیم. کلاهش با خونش ست شد؟ نه. یک بار دیگه. کلاه سبز با خونش ست شد؟ نه. دوباره. الان ست شدش. و خب سفید من روبروی سمت چپ هم قرار داره. بنابراین میام از فرمول سمت چپ استفاده میکنم. فرمول سمت چپ چی بود؟ بالا به راست، چپ بالا، بالا به چپ. ببینید رفت سرجاش و چپ پایین. خیلی راحت این مهره گوشه منم سر جای خودش قرار گرفت و میرم سراغ مهره بعدی. مهره‌های بعدی که باشون سر و کار داریم مهره‌هایی هستن که تو لایه پایینن، بهشون میگیم سفید پایین. این سفید پایینا امکان داره مثلا سمت راست باشن یا سمت چپ باشن. دقیقاً شرایطش مثل همون مهرهای قبلی مونه. ببینید برای اینکه اینا رو حل کنیم ما نیاز داریم که 2 بار فرمول اجرا کنیم. یعنی اگر سمت راست بود خب 2 بار فرمول سمت راست اجرا میشه، اگر سمت چپ بود 2 بار فرمول سمت چپ.
حالا روش اجراش به چه شکلیه؟ اگر که این حالت من سفید روبروی پایین سمت راسته، میام یه بار فرمول سمت راست رو اجرا میکنم از همینجا. بالا به چپ، راست بالا، بالا به راست، راست پایین. ببینید بعد از اینکه یک بار فرمول اجرا میکنید سفید روبرو ایجاد میشه تو لایه بالا. حالا خیلی راحت میتونید با همون حالت قبلی حلش کنید. فقط به این نکته توجه کنید که حتما رنگ کلاهش با خونش باید ست باشه. بنابراین دو لایه پایین رو میگیریم، ستش میکنیم و چون سمت راسته دوباره فرمول سمت راست رو اجرا میکنیم تا حل بشه. پس چی شد؟ اگر سفیدمون پایین بود دو بار باید فرمول اجرا بشه، یک بار برای بالا اومدنش که تبدیل بشه به حالت قبلی و یک بار هم برای حل کردنش هستش. زمانی که سفید روبرو سمت چپ باشه، در واقع پایین، سفید پایین سمت چپ باشه، فقط کافی یک بار فرمول چپ رو اجرا کنیم که این بیاد بالا و بعد حالا دوباره حلش میکنیم. بنابراین فرمول سمت چپ رو میزنم، بالا به راست، چپ بالا، بالا به چپ، چپ پایین. سفید روبرو ایجاد شد. رنگ کلاهش خودش با خونش ست شده. بنابراین یک بار دیگه فقط کافی فرمول اجرا کنم. بالا به راست، چپ بالا، بالا به چپ، چپ پایین. به همین راحتی این مهره هم حل شدش. و اما مهره‌های آخر، مهره‌هایی که سفیدشون بالاست یا به اصطلاح سر به هوا هستن. برای حل کردن این مهره‌ها ما اولین کاری که انجام میدیم اینه که چون کلاه نداره به این دوتا رنگ بغلش دقت میکنیم. میگیم لباسش نارنجی و آبیه. حالا لازم نیست حتما بگین لباسش، رنگای دیگهش نارنجی و آبی هستش. بنابراین این باید بیاد بین مرکزای نارنجی و آبی. یعنی چی؟ یعنی اگر روبیک رو اینجوری نگاه کنید، اینجا ببینید نارنجی، اینجا سبزه. پس دو لایه پایین میگیریم تا ستش کنیم. دوباره ست نشده همچنان و الان اومد بین آبی و نارنجی. ببینید حالا شاید بگین که خب این دوتا برعکسن، یعنی نارنجیش این وره، این آبیش این وره. این اصلا اهمیتی نداره. مهم اینه که این بیاد توی جایگاه خودش، یعنی بین آبی و نارنجی، که بتونیم اینجا حلش کنیم. حالا برای اینکه اینو حل کنید فرقی نمیکنه سمت راست بگیرین، میتونید فرمول سمت راست رو اجرا کنید، سمت چپ بگیرین میتونید فرمول سمت چپ رو اجرا کنید. که حالا من پیشنهاد میدم سمت راست رو اجرا کنید. معمولا این برای شروع راحت تره. پس سمت راست میگیریم مهرمونو و وقتی مطمئن شدیم تو جایگاه درستش، زیرش هم خالیه، میایم 3 بار فرمول سمت راست رو اجرا میکنیم به این شکل. بالا به چپ، راست بالا، بالا به راست، راست پایین. اومد سفید پایین شد. یه بار دیگه بالا به چپ، راست بالا، بالا به راست، راست پایین. سفید روبرو شد، کلاهش هم با خونش یکیه. یه بار دیگه بالا به چپ، راست بالا، بالا به راست و راست پایین. به همین راحتی مهره سفید بالامون هم حل شد و سطح سفیدمون همراه با نوار دورش کامل شد. این شد مرحله سوم که مهمترین مرحله حل روبیکمون هستش. بنابراین اگر متوجه نشدین اصلا جای نگرانی نداره. یک بار ویدیو رو برگردونید عقب، دوباره این قسمت ها رو نگاه کنید و سعی کنید که با مکعبتون این حالت ها رو حل کنید و بعد بریم سراغ مرحله بعدی. مرحله چهارم، بعد از اینکه ما سطح سفید و نوار دورش یعنی لایه اولمون رو تکمیل کردیم، نوبت میرسه به لایه دوم و اینجا سعی میکنیم که لایه دوم روبیکمون رو حل کنیم که دیگه فقط این لایه آخر باقی بمونه. و برای اینکه ما بتونیم این لایه رو حل کنیم باید همچنان رنگ مرکز زرد رو بالا بگیریم و توی این قسمت بالا بگردیم دنبال مهره های دو وجهی که رنگ زرد نداشته باشن. حالا چرا هدف ما اینه؟ ببینید ما میخوایم این لایه دوم رو تکمیل کنیم دیگه، یعنی مهرهای دو وجهی اینا رو جا بندازیم. وقتی که میخوایم مثلا یه مهره دو وجهی اینجا بندازیم که این قسمتش حل بشه، خب چه رنگایی نیازه؟ طبیعتا قرمز و آبی دیگه. پس رنگ زرد اینجا حل نمیشه. بنابراین ما تو لایه بالا میگردیم دنبال مهرهای دو وجهی که رنگ زرد نداشته باشن. برای مثال همین مهره. خب حالا برای حلش چیکار میکنیم؟ ببینید این مهره دو وجهی ما از دو تا رنگ تشکیل شده، یه رنگ روبرو یا پایینش، یه رنگ بالاش. اول از همین رنگ پایینش رو باید با مرکزش ست کنیم، یعنی میگیم لباسش باید با خونش ست بشه. بنابراین من دوباره دو لایه پایین رو میگیرم و حرکت میدم. ست شد؟ نه. یک بار دیگه. این بار ستش کردم. دقت کنید که زمانی که دارین اینا رو ست میکنید به هیچ وجه نباید لایه پایین جدا چرخیده بشه، چون بقیه حالتایی که تا اینجا حل کردین رو به هم میریزه. و اینجا من بعد از اینکه لباسش رو با خونش ست کردم میام سراغ رنگ بالا. ببین این رنگ بالا
یا با سمت راست برابره یا با سمت چپ، که هر طرفی که بود فقط کافی یک بار فرمول همون جهت انجام بشه، یعنی از همون فرمول سمت راست و چپ مرحله قبلی استفاده میکنیم. الان اینجا با سمت چپ برابره، یه بار میام فرمول سمت چپ رو میزنم، بالا به راست، چپ بالا، بالا به چپ، چپ پایین. ببینید بعد از اینکه این فرمول رو انجام میدین، مهره سفید ما از اینجا خارج میشه و میچسبه به این دو بچی خودش و سفیدش در واقع اینجا میفته بیرون. حالا زمانی که این سفید افتاده بیرون، ما فقط کافیه روبرومون بگیریمش و خب رنگ کلاهش هم که خودش با خونش ست شده. سمت راسته، فرمول سمت راست رو یه بار اجرا میکنیم، بالا به چپ، راست بالا، بالا به راست، راست پایین. خیلی ساده سفیدمون حل میشه، لایه دومش هم همراه باش تکمیل میشه، یعنی مهره دو بچیه میره سر جای خودش. حالا دوباره میگردیم بالا دنبال مهره‌ای که زرد نداشته باشه. خب اینجا یه مهره دیگه پیدا شد، رنگ لباسش آبیه، ست شد، یه خط صاف تشکیل دادن، کلاهش قرمز با سمت راست برابره، پس فرمول سمت راست رو انجام میدیم، بالا به چپ، راست بالا، بالا به راست، راست پایین. سفیده افتاد بیرون، این دوتا هم به هم چسبیدن. سفیده سمت چپه و رنگ کلاهش هم که خب با خونش یکیه و فرمول سمت چپ رو اگر بزنیم خیلی ساده میفته سر جای خودش، به همین سادگی. بقیه مهرها هم به همین شکل. ببینید امکان داره شما بعضی از مهرها رو حل کرده باشین، بعد بیاین اینجا بگردین دنبال مهره‌ای که زرد نداشته باشه، ولی همه مهرها یه رنگ زردی توشون باشه. در این صورت دو حالت داره، یا شما کلا لایه دومتون رو حل کردین، یا اینکه نه، یک مهره اینجا حل نشده یا برعکس مثلا جا خورده. توی همچین حالتی زمانی که یه مهره سر جای خودش مثلا چرخیده باشه، باید اینو بندازیم بیرون، دوباره حلش کنیم. حالا اینو چطور انجام میدیم؟ خیلی ساده، سمت راست رو میگیریم، یه بار فرمول سمت راست رو انجام میدیم. یعنی ببینید همه این کاری که میکنیم وابسته به همون فرمول سمت راست و چپه. یک بار که فرمول سمت راست رو انجام میدین، هم سفیدش میفته بیرون، هم مهره دو بچیه. حالا فقط کافیه این سفیده رو به صورت جداگونه، رنگ کلاهش هم که خودش سته، حلش کنیم دقیقا مثل مرحله سوم، و بعد بیایم مثل مرحله چهارم بگردیم دنبال مهره‌ای که زرد نداشته باشه و زمانی که پیداش کردیم ستش کنیم و رنگ کلاهش هم که با راست برابره فرمولش رو انجام بدیم و دقیقا همون مراحل رو طی کنیم تا حل بشه. پس چیکار میکنیم؟ زمانی که دیدیم هیچ مهره‌ای انگار بدون زرد بالا نیست و یه مهره اینجا چرخیده یا برعکس جا خورده، باید اونو بیاریم بیرون با یک بار اجرای فرمول راست و بعد دقیقا مثل همون مراحل قبلی حلش کنیم. حالا شما هم سعی کنید که دو لایه پایینیتون رو تکمیل کنید و بعد بیاین که بریم سراغ مراحل بعدی. خب رسیدیم به مرحله پنجم. تو این مرحله هدف ما ساختن به علاوه زرد هستش که حالا گفتیم به مهرهای گوشه توجهی نداریم. هدف ما اینه که این به علاوه زرد ساخته بشه و خب برای اینکه بتونیم به علاوه زرد رو بسازیم دیگه دستمون مثل قبل باز نیست دیگه، چون تا اینجا تا دو لایه حل کردیم و دیگه نمیتونیم هر حرکتی رو انجام بدیم چون امکان داره اینا به هم بریزن. بنابراین از اینجا به بعدش بیشتر حالت فرمولی داره که فرمولاش رو یاد میگیریم با هم دیگه و خب سعی میکنیم که خیلی راحت به علاوه زرد رو بسازیم و بریم سراغ مراحل بعدی. خب ببینید زمانی که شما میخواین به علاوه زرد رو بسازین، امکان داره شکل‌های مختلفی اینجا براتون ایجاد شده باشه. مثلا دستتون اگر روی این 4 تا مهره گوشه بگیرین، 2 تا از این مهره‌ها ساخته شده باشن که یه شکل خط داشته باشین، یا 2 تا مهره ساخته شده باشن ولی شکل خط صاف نباشه، یه حالت خط شکسته داشته باشه، یا نمیدونم مثلا حالت نقطه براتون ایجاد شده باشه، یعنی اگر دستتون روی گوشه ها بگیرین هیچ مهره‌ای از به علاوه ساخته نشده باشه. حالتهای مختلفی امکان داره به وجود بیاد. نکته‌ای که ما توی این حالت داریم اینه که اگر شکل نقطه داشتیم فرقی نمیکنه از کدوم جهت دستمون بگیریم و فقط کافیه که فرمولش رو انجام بدیم. اما اگر شکل دیگه‌ای بود روش دست گرفتنمون متفاوته که حالا میریم اینا رو با هم بررسی کنیم. فرمولش به چه شکلیه؟ فرمول به این شکل انجام میشه. دستمون رو پشت میگیریم، رو به راست، حالا راست بالا، بالا به چپ، راست پایین، بالا به راست، دوباره دستمون رو پشت میگیریم، رو به چپ. یک بار که اینو انجام بدیم از اون حالت نقطه در میاد. ببین با یک بار اجرای فرمول به علاوه ساخته نمیشه، گاهن لازمه که 2 یا 3 بار هم تکرار بشه. حالا میایم ببینیم چه حالتی داریم اینجا. دستمون رو روی این 4 تا مهره میذاریم
و میبینیم که شکل یک خط شکسته یا دال فارسی داریم. ببینید اگر ما اینو به ساعت تشبیه کنیم، باید جوری دستمون بگیریم که شکل ساعت 9 رو نشون بده. مثلا اگه این یه عقربش باشه روی 9 و این رو 12 باشه، خب شکل ساعت 9 رو داریم دیگه. باید حتما جوری دستمون بگیریم که شکل ساعت 9 داشته باشه. و زمانی که شکل ساعت 9 داریم، خیلی ساده میایم فرمول دوباره انجام میدیم. دستمون رو میگیریم پشت، روبرو به راست، راست بالا، بالا به چپ، راست پایین، بالا به راست. دستمون رو پشت میگیریم و اینو برمیگردونیم. و تو حالت بعدی خب دوباره دستمون رو میگیریم روی مهرهای گوشه، میبینیم که شکل خط صاف داریم. زمانی که خط صاف باشه، این خط باید به صورت افقی باشه و حالا بخوایم ساده ترش بگیم شکل ساعت مثلا 9 ربع باشه. پس اگر خط شکسته بود به این شکل، اگر خط صاف بود باید به صورت خوابیده باشه. و دوباره میایم فرمول رو انجام میدیم. دوباره دستمون پشت میگیریم و برمیگردیم. به همین سادگی بعد از نهایتا 3 بار اجرا ما میتونیم به علاوه ضربمون رو بسازیم و از این مرحله هم عبور کنیم. پس روبیکتون رو همین الان دوباره برداریم و سعی کنید این مراحل رو انجام بدیم و فرمولش رو هم حتما یادداشت کنید که بعدها اگر فراموش کردین بتونید خیلی راحت برگردین و از روی کاغذ دوباره اجراش کنید تا قشنگ ملکه ذهنتون بشه. خب بعد از اینکه ما به علاوه ضرب رو ساختیم، میرسیم به مرحله ششم. تو این مرحله ششم ما باید سعی کنیم که مهره‌های گوشه ضرب رو هم بسازیم که دیگه سطح ضربمون تکمیل شده باشه. حالا برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم باید چیکار کنیم؟ خب یه فرمول جدا داریم که بهش میگیم فرمول ماهی. حالا چرا؟ ببینید شما هر شکل دیگه‌ای که داشته باشین تو این به علاوه این مهرهای گوشتون به هر شکلی باشن، هر چند تا باشن، فرقی نمیکنه. باید اول بیاین یه شکل ماهی بسازین ازش، یعنی به شکل ماهی تبدیلش کنین و بعد از اینکه ماهی شد سر ماهی رو سمت چپ بگیریم و این فرمولی که میگم رو انجام بدین که سطح ضربتون کامل بشه. بنابراین الان که مثلا شکل ماهی رو داریم، فرمول به این شکله. بنویسید فرمول ماهی و فرمولش به این شکل انجام میدیم. راست بالا، بالا به چپ، راست پایین، بالا به چپ، راست بالا، 2 تا بالا و راست پایین. این فرمول رو هم یادداشت کنید که ببینیم چطور قرار ازش استفاده بشه. پس یاد گرفتیم زمانی که شکل ماهی داشتیم، سر ماهی رو سمت چپ میگیریم، یعنی سمت قلبمون، و فرمول رو 1 بار یا 2 بار انجام میدیم که تبدیل به سطح ضرب بشه. اما زمانی که شکل ماهی نداشتیم باید چیکار کنیم؟ ببینید زمانی که شکل ماهی نبود یا مثلا 2 تا مهره کورنر در واقع گوشه زرد بود، اینجا باید بیاین از این مهره‌های زرد پایینیش استفاده کنید. این زرد پایین رو باید یه زرد پیدا کنید که سمت چپ باشه. اینجا پیداش کردیم. این زرد پایین رو سمت چپ میگیریم و میایم همون فرمول ماهی رو انجام میدیم. راست بالا، بالا به چپ، راست پایین، بالا به چپ، راست بالا، 2 تا بالا چپ، راست پایین. معمولا 1 بار یا 2 بار که انجام میدین شکل ماهی ایجاد میشه. حالا شکل ماهی که ایجاد شد دیگه این ضربه پایین رو سمت چپ نمیگیریم، خود سر ماهی رو سمت چپ یا سمت قلبمون میگیریم و دوباره گفتم یا فرمول 1 بار انجام میدین یا اینکه نه، گاهن لازمه که 2 بار انجام بشه تا سطح ضربمون تکمیل بشه. و این مرحله هم شد مرحله ششم که به راحتی پشت سر گذاشتیم. تا این مرحله بیایم و بعدش بریم سراغ مرحله بعدی. خب رسیدیم به مرحله هفتم. تو این مرحله بعد از تکمیل سطح زرد ما باید بیایم سراغ لایه آخرش و خب برای اینکه ما بخوایم لایه آخر رو حل کنیم 2 مرحله پیش رو داریم. تو مرحله اول تو این لایه آخر میگردیم دنبال یه جفت رنگ. حالا منظور از جفت رنگ چیه؟ 2 تا مهره گوشه همرنگ میخوایم، یعنی مهره‌های گوشه‌مون باید همرنگ باشن. حالا برای اینکه ما بخوایم راحت‌تر اینو تشخیص بدیم، یه راه حل سادهش اینه که من انگشت شستم بذارم وسط. اگر این 2 تا همرنگ بودن میشن همون جفت رنگی که میخوایم، اگر نبودن یعنی باید بریم سراغ یه سطح دیگه. خب حالا اینجا همرنگ نیستن دیگه، میریم سراغ سطح بعدی. همرنگ نیستن، اینجا همرنگن، یعنی این در واقع همون جفت رنگیه که ما نیاز داریم. بعد از اینکه ما این جفت رنگ رو پیدا کردیم بهتره که با 2 لایه پایینش ستش کنیم. ولی خب اگر این کار رو هم نکردین اصلا ایرادی نداره. نکته مهمش اینه که این جفت رنگ رو ما باید سمت چپمون بگیریم، این دست چپمون رو روش قرار بدیم و بعد فرمول اجرا کنیم. حالا فرمول این قسمت خودش 2 مرحله داره که به این شکل انجام میشه. اولش جفت رنگ رو سمت چپ میگیریم،
چپ بالا، سفیدش پشت، راست بالا، این هم سفیدش میره پشت، این برگشت سر جای خودش، میاریمش پایین و این سفید رو هم برمیگردونیم سر جاش رو میاریم پایین. بعد از اینکه این کار رو انجام میدیم شکل ماهی ایجاد میشه که خب ادامه فرمول رو طبیعتا باید همون فرمول ماهی مرحله قبلی رو انجام بدیم. راست بالا، بالا به چپ، راست پایین، بالا به چپ، راست بالا، دو تا بالا چپ، راست پایین و به این ترتیب علاوه بر اون جفت که داشتیم بقیه جفت رنگ ها هم ساخته شدن و اینجا دیگه فقط اون مهره های وسطی من باقی موندن، یعنی مهره های لبه. اما یک حالت دیگه ای که امکان داره پیش بیاد اینه که ما بعد از اینکه سطح زردمون رو تکمیل کردیم اینجا دیگه هیچ جفت رنگی نداشته باشیم، یعنی من شستام میذارم وسط اما هر چقدر که میگردم جفت رنگی پیدا نمیکنم. دقت کنین اگر که جفت رنگی نبود دیگه لازم نیست چیزی رو سمت چپ بگیریم، تو هر حالتی بود دستتون میگیرین و فرمولش رو انجام میدین، فرمول جفت رنگ رو یه بار دیگه انجام میدین تا شکلش ایجاد بشه. حالا که ما این کار رو انجام دادیم الان باید یه جفت رنگ داشته باشیم، میگردیم دنبالش، نیست و اینجاست، پیداش کردم، ستش میکنم، سمت چپ میگیرم و دوباره فرمول رو انجام میدم که بتونم به مرحله آخر برسم و همه این جفت رنگ هام ساخته بشن. اگر تا اینجا اومدین دیگه بریم سراغ مرحله آخر و اتمام روبیک. خب تو مرحله آخر یعنی مرحله هشتم ما دیگه سطح زردمون تکمیله، جفت رنگ هامون هم توی همه سطوح هستن و امکان داره دو حالت داشته باشیم، یا همه سطوحمون فقط جفت رنگ دارن و این مهرهای وسطیشون یعنی مهرهای لبش باقی مونده، یا اینکه نه علاوه بر این که همه سطوح یه جفت رنگ دارن یه سطح به غیر از زرد و سفید خودش کامل شده، مثلا اینجا سطح آبی کامل شده، این اون رنگ وسطش با جفت رنگاش هم رنگن. اگر که اون سطح کامل رو داشتیم که حالا به اصطلاح بهش میگیم دیوار کامل، باید دیوار کاملش رو پشت بگیریم و فرمول مرحله آخر رو انجام بدیم. اما اگر که نه کلا دیوار کاملی وجود نداشت اینجا فرق نمیکنه که چطور دست بگیریم. حالا من نحوه اجراش هم بهتون میگم. فرمول این مرحله رو یادداشت کنید، این فرمولش نسبت به مراحل قبلی شاید یه مقدار طولانی تر باشه. راست بالا، بالا به راست، راست بالا، بالا به چپ، راست بالا، بالا به چپ، راست بالا، بالا به راست، راست پایین، بالا به راست و دو تا راست. یک بار انجامش دادیم ولی حل نشد، دوباره انجامش میدیم، اصلا ایرادی نداره. سطح کامل یا همون دیوار کاملمون رو پشت میگیریم، دوباره فرمول تکرار میکنیم. راست بالا، بالا به راست، راست بالا، بالا به چپ، راست بالا، بالا به چپ، راست بالا، بالا به راست، راست پایین، بالا به راست و دوبار راست. به همین راحتی تونستیم مکعب روبیکمون رو حل کنیم. حالا اگر علاوه بر جفت رنگایی که داشتیم سطح کاملی نبود چیکار میکنیم؟ اینجا لازم نیست دیگه سطح کامل رو پشت بگیریم، دقیقا مثل مرحله قبلی هر طور که دلمون خواست دستمون میگیریم و فرمول مرحله آخر رو انجام میدیم که اون شکل دیوار کاملش ایجاد بشه و بعد پشت میگیریم دیوار کامل رو و دوباره فرمول رو انجام میدیم. دقت کنید این دیوار کامل شرایطش جوریه که علاوه بر این که حالا همه سطوح جفت رنگشون رو دارن این دیوار کامل رو داریم، پس اگر یه دیوار کامل داشته باشیم ولی اینا جفت رنگ نباشن نمیتونیم از این فرمول مرحله آخر استفاده کنیم که حالا من اینا رو باز توی ویدیو حل مثال بیشتر در موردش توضیح میدم. این شد از آموزش حل روبیکمون. امیدوارم تا اینجا تونسته باشین مکعبتون رو حل کنید و برای اینکه حالا بخواد این موضوع براتون راحت‌تر جا بیفته و بتونید تسلط بیشتری روی حل روبیکتون داشته باشین، پیشنهاد میکنم ویدیو حل مثالی که بعد از این ویدیو میذارم رو هم یک بار ببینید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برام کامنت کنید و اینکه ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید تا اونها هم بتونن ازش استفاده کنن. موفق باشین و خدا نگهدار تا ویدیو بعد.